بزرگواران، یه خاطره‌ای که من با ناباوری این خاطره رو دارم نقل میکنم. یه دوست جوانی آمد به من گفت من به این گناهی معتادم، هیچ جور نمیتونم بذارم کنار. هر جام رفتم نشده. چندین سال من مرتکب این معصیت میشم، هیچ رقم درست نمیشه. ببین یعنی یه جوری سوال کرد که دیگه ببین چیزی نگو، همه گفتن فقط بشنو. گفتم راست میگی کلافه اینا راحتی؟ گفت آره. گفتم ما ازش رهایی بده کنیم؟ گفت آره. گفتم این دفعه هر وقت خواستی بری تو سرپاینی گناه کاری نمیتونی بکنی، اون زمان صدا بزن، نگی بده ها، نگی اینجا صدا بزنم بده. 2 هفته بعد دیدمش گفت همه چی درست شد. گفت همه چی درست شد. امامت یعنی من پدر دارم، امامت یعنی این که من پناه دارم. یه بار بچت نصف شب بلند شه داد بزنه میگه بابا مامان چجوری میپری میری سراغش. حالا یه بار نیمه شب با اون زمان اینجوری صدا بزن.